سلام دوستان، امروز میخواییم راجع به یکی از مهمترین مهارت هایی که میتونید توی زندگیتون پرورش بدید صحبت کنیم. نظم و انضباط یا همون دیسیپلین. خیلی وقتا فکر میکنیم نظم فقط به معنی داشتن برنامه روزانه سخته، ولی در واقع نظم یعنی داشتن رویکرد درست به زندگی. اگه همیشه فکر میکنی که نمیتونی به کارهات برسی یا مدام پشت گوش میذاری، این ویدیو رو از دست نده. امروز بهت میگم چطور میتونی خودت رو دیسیپلین کنی و با 5 روش ساده نظم رو وارد زندگیت کنی. قبل از اینکه وارد روش ها بشیم، بذارید یه توضیح کوتاه بدم چرا نظم اینقدر مهمه. نظم به شما کمک میکنه که به اهدافتون برسید، کمتر استرس داشته باشید و در نهایت موفقیت های بیشتری رو تجربه کنید. بدون نظم همه چیز به هم میریزه و شما هیچ وقت نمیتونید روی کارهایی که برای آیندهتون مهمه تمرکز کنید. روش اول، شروع با عادتهای کوچیک. یکی از بهترین روش‌ها برای ایجاد نظم اینه که از عادتهای کوچیک شروع کنید. مثلا به جای این که بگی امروز باید 5 ساعت درس بخونم، بگو امروز فقط 10 دقیقه روی تکالیف خاصی تمرکز میکنم. وقتی این عادتهای کوچیک رو بسازی، به مرور زمان اعتماد به نفس پیدا میکنی و میتونی این عادتها رو بزرگتر کنی. روش دوم، استفاده از تکنیک پومودورو است. شاید شنیدی که میگن کمتر از 25 دقیقه روی یک کار تمرکز کن. این تکنیک خیلی کارسازه. شما برای 25 دقیقه فقط روی یک کار تمرکز میکنید، بعدش 5 دقیقه استراحت میدید. همینطوری میتونی یک کار بزرگ رو به قسمت‌های کوچیک تقسیم کنی و به راحتی انجام بدی. بعد از هر 4 دوره 25 دقیقه یه استراحت طولانی تر هم میتونی داشته باشی. روش سوم، برنامه‌ریزی روزانه. اگه بدونی چه کارهایی رو باید انجام بدی، خیلی راحت‌تر میتونی نظم داشته باشی. پیشنهاد میکنم هر شب قبل از خواب برای روز بعدت برنامه‌ریزی کن. نه فقط کارها، بلکه وقتی هم برای استراحت بذار. مثلا بگو از ساعت 3 تا 4 باید درس بخونم و از 4 تا 4 و نیم استراحت میکنم. این باعث میشه هر روز با انرژی بیشتری شروع کنی. روش چهارم، حذف حواس پرتی است. موبایل، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی میتونن بزرگترین دشمن‌های شما باشن. وقتی میخواهید کار کنید، به محض اینکه میخواهید روی کاری تمرکز کنید، موبایل رو کنار بگذارید یا حداقل اعلان‌ها رو خاموش کنید. وقتی حواس پرتی‌ها رو از بین ببرید، تمرکز بیشتر و کارهای بیشتری خواهید داشت. روش پنجم، خودت رو برای اشتباهاتت ببخش. هیچ وقت نباید به خاطر اشتباهاتت خودت رو سرزنش کنی. همه ما گاهی از مسیر خارج میشیم. مهم اینه که وقتی از مسیر خارج شدی دوباره به مسیر برگردی. این نکته بهت کمک میکنه که همیشه پایدار بمونی و هرگز از اهدافت دست نکشی. پس همونطور که دیدید، نظم فقط به معنی سختی نیست، بلکه به معنای یاد گرفتن و ایجاد عادتهایی هست که به شما کمک میکنند به راحتی به اهدافتون برسید. اگه این روش ها رو امتحان کنید، مطمئنم که میتونید خیلی راحت‌تر به نظم در زندگیتون دست پیدا کنید. فراموش نکنید که کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیوها رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید. به زودی ویدیوهای جدیدتری داریم که حتما دوست خواهید داشت. تا ویدیو بعدی موفق و شاد باشید.